سلام و خوش آمدید به این کاوش عمیق در منابعی که برای ما فرستادید. امروز داریم به مجموعی از نوشته‌ها نگاه می‌کنیم که به مفاهیم خیلی مهم موعود و دجال در آخرالزمان می‌پردازن. اونم با یه تمرکز ویژه روی دیدگاه عرفان کیهانی و بنیانگذارش محمد علی طاهری. هدفمون اینه که با هم بکاویم و ببینیم نکات اصلی این متون چی هستن و خب چرا به نظر میرسه تشخیص بین این دو نیرو انقدر مهمه تو این دوره زمانه. یکی از اولین چیزایی که خب خیلی زود تو این نوشته‌ها به چشم میاد اینه که میگه شناخت دجال به اندازه شناخت موعود مهمه، شاید حتی بیشتر. اولش کم عجیبه نه؟ چرا باید شناختن دشمن یا نیروی منفی انقدر اولویت داشته باشه؟ بله دقیقاً نکته کلیدیش همینه. استدلال متون اینه که ببینید دجال فقط یه شخصیت منفی فرعی نیست، اون مانع اصلیه، مانع بیرونی در مسیر چیزی که این دیدگاه اسمش رو گذاشته کمال و دقیقاً نقطه مقابل نهضت موعود قرار میگیره. خب ندونستن این که این مانع چیه و چطور کار میکنه عملاً یعنی هیچی از ماجرا نفهمیدیم دیگه. دقیقاً یعنی درک نکردن کل سناریوی آخرالزمان. این متون میگن نگاه یک طرفه به ظهور، یعنی فقط منتظر منجی بودن بدون در نظر گرفتن چالش‌ها و فریب‌های پیچیده‌ای که هست. میتونه خطرناک باشه. خیلی خطرناک باشه. در واقع شما برای اینکه یه مسیر رو درست بشناسید باید بدونید چی اون مسیر رو تهدید میکنه. خب پس بیاین اینو یکم بیشتر بازش کنیم. این نوشته ها خیلی هشدار میدن که یه خطر بزرگ توی نگاه سطحی و ظاهربین به مسئله ظهور وجود داره. اینکه مردم بیشتر دنبال نشانه‌های کمی و قدرت‌های بیرونی باشن. چرا این نوع نگاه انقدر مشکل سازه؟ چون دقیقاً همین نگاهه که آدم‌ها رو برای فریب کردن آماده میکنه. فریب توسط چی؟ توسط قدرت نمایی. یکی از متن‌ها خیلی خوب میگه وقتی عقل مردم بیشتر به چشمشون باشه تا به فهم و شعور درونیشون، هر نمایش خیره کننده قدرت، هر کار خارق العاده‌ای میتونه اونها رو مبهوت کنه، جذب کنه. و دجال دقیقاً از همین استفاده میکنه. دقیقاً طبق این دیدگاه دجال دقیقاً روی همین نقطه ضعف دست میگذاره. وقتی آموزش درستی برای تشخیص حقیقت وجودی موعود از دجال نباشه و معیار فقط قدرت ظاهری باشه، خیلی راحت ممکنه مردم خب یه شخصی که صرفاً قدرت نمایی میکنه رو با منجی واقعی اشتباه بگیرن. پس یعنی نمیشه فقط به دنبال نشانه‌های ظاهری گشت، مثلا چیزایی که تو بعضی روایات اومده، نمیدونم مشخصات چهره خاص، داشتن یه شمشیر ویژه یا رخ دادن یه سری وقایع پیش بینی شده، اینا کافی نیستن؟ طبق این متون نه تنها کافی نیست، بلکه اتکای صرف به اینها میتونه یه دام بزرگ باشه. یه دام؟ بله، تأکید میشه که این نشانه‌های ظاهری خیلی راحت میتونن توسط نیروهای مخالف که توی این نوشته‌ها بهشون میگن کذابان یا شبکه منفی. شبکه منفی؟ منظورش چیه؟ شبکه منفی توی این دیدگاه یعنی نیروهایی که فعالانه سعی دارن انسان رو از مسیر رشد معنوی، از همون کمال، منحرف کنن. هدفشون مسدود کردن این راهه. خب این نیروها میتونن اون نشانه‌های ظاهری رو تقلید کنن، شبیه سازی کنن، حتی جعل کنن. اگر هدف اصلی ظهور که این متون میگن کمال انسانه، یعنی رسیدن به بالاترین سطح آگاهی و خودشناسی. آفرین. اگه این درک نشه اون وقت تشخیص دادن فقط بر اساس اون نشانه ها تقریبا حتما به خطا میره. یعنی نگاه قدرتگرا به جای نگاه کمالگرا به منجی، این خودش یکی از اصلی ترین دام هاست. اینجا بحث واقعا داره جالب میشه ها. پس اگه نشانه های ظاهری قابل تقلیدن، تفاوت اصلی و بنیادی بین موعود و دجال چیه؟ یعنی چطور میشه این دوتا رو از هم تشخیص داد وقتی هر دو ممکنه کارهای خارق‌العاده بکنن؟ تفاوت اصلی توی هدف و ماهیت کارشونه. ببینید این نوشته ها میگن موعود حقیقی با هدف کمال انسان میاد. کمال انسان یعنی چی دقیقاً؟ یعنی برای بالا بردن سطح آگاهی، ادراک، فهم بشر از خودش و از هستی. شناخت او هم از طریق ارزیابی عمق اندیشش، پیامش و توانمندی‌های ادراکی و معرفتیشه.
که ممکنه نه صرفاً با دیدن موجهات یا قدرت نمایی‌های ظاهری. یکی از متنای تشبیه خیلی قشنگی داره، میگه موعود مثل استاد بزرگ دوره دکترای کمال و معنویت برای بشریت. استاد بزرگ دوره دکترا؟ جالبه. آره، یعنی کارش فقط حل مشکلات روزمره نیست، بلکه ارائه آخرین درس‌ها برای رسیدن به کمال نهاییه، برای به ثمر رسوندن تمام پیام‌های انبیاست. او راه رستگاری نهایی رو نشون میده که اساسش آگاهی و معرفته. تمرکز میکنه. تمام کارش نمایش قدرته. اون کارهای خارق‌العاده‌ای که میکنه مثل چشم‌بندی‌های عجیب، نمیدونم رد شدن از دیوار، خوندن فکر بقیه، فاش کردن رازهای پنهانی یا حتی کارهای کیمیاگری مثل تبدیل مس به طلا. اینا همش نمایشه؟ همش در خدمت نمایش قدرت و تسلطه. او در واقع داره آخرین درس قدرت رو عرضه میکنه. اینکه چطور میشه بر ماده مسلط شد، چطور میشه بر دیگران مسلط شد، هدفش جذب مردم از طریق همین نمایش ها. بنیاد کارش قدرته، نه کمال و آگاهی درونی. حتی اگه ادعای نجات دهندگی هم بکنه، هدف نهاییش طبق این دیدگاه اینه که طرح الهی کمال رو برای انسان به انحراف بکشونه. پس اینجاست که اون بحث کرامت‌های دروغین پیش میاد که تو منابع بهش اشاره شده. اینکه مردم خیلی وقتا به اشتباه کرامت رو با همین نمایش قدرت یکی میدونن. مثال هم زده شده بود که اگه کسی بتونه از دیوار رد شه یا فکر رو بخونه، سریع میگن عجب کرامتی داره. دقیقاً. و این نوشته ها معتقدن که این یکی از قدیمی ترین و مؤثرترین ترفندهای نیروهای منفی و دجال در طول تاریخ بوده. همین باور اشتباه که کرامت مساویه با قدرت نمایی باعث میشه مردم وقتی منتظر منجی هستن هم ناخودآگاه دنبال همین نوع نشانه های قدرتی و ظاهری بگردن. آها، پس دنبال معجزه میگردن. دنبال معجزات ظاهری. به همین دلیله که هر کسی که بتونه این قدرت نمایی ها رو انجام بده پتانسیل این رو داره که با موعود واقعی اشتباه گرفته بشه. این متون‌ها هشدار میدن که منتظران با یک دسیسه و نیرنگ خیلی جدی روبرو هستن، چون ممکنه معیارشون برای تشخیص از اساس اشتباه باشه. حتی یه مثال خیلی ملموس هم میزنه. میگه اگه کسی پیدا بشه که بتونه از هیچی طلا بسازه و بعد ادعای امامت کنه، احتمالاً خیلی‌ها باورش میکنن. چرا؟ چون این قدرت مادی، ملموسه، به ظاهر قابل تصرف یا حداقل دیدنیه. اما اگه موعود واقعی بیاد و بگه من نیومدم طلا بسازم، من اومدم راه کمال رو نشونتون بدم، اومدم رموز آفرینش و معنای زندگی رو براتون باز کنم، اومدم آخرین درس‌های معنوی رو به بشر بدم، ممکنه اون دسته از افراد ظاهربین اصلاً توجهی نکنن. شاید حتی بگن خب اون یکی که طلا میسازه، تو چی داری؟ حرف زدن که فایده نداره. بله، این دقیقاً تصویر خیلی خوبیه از اون دوراهیه که بشریت جلوشه. تشخیص این که کدوم یکی راه حقیقی رو نشون میده نیاز به چیزی فراتر از دیدن داره. نیاز به یه جور تخصص داره. تخصص در فهم کمال. اونایی که چشمشون فقط ظاهر رو میبینه و دنبال همین کرامت‌های نمایشی و قدرت‌های بیرونی هستند، به احتمال زیاد ناخواسته به سمت دجال کشیده میشن. طبق این دیدگاه فقط یه تعداد کمی که چشم باطنبین دارن، یعنی کسانی که به کل متن سواد کمال دارن و معنای عمیق‌تر زندگی و هدف خلقت رو درک کردن، میتونن موعود حقیقی رو تشخیص بدن و اطرافش جمع بشن. و این شناخت هم فقط با دعا کردن و امید به هدایت الهی به دست نمیاد. نیاز به معرفت فعال داره، یادگیری، شناخت قبلی نسبت به اندیشه، هدف و پیام اصلی موعود. چون چالش اینجاست که دجال هم قطعاً ادعای نجات دهندگی خواهد کرد. یکی از منابع به طور مشخص به دیدگاه محمد علی طاهری و عرفان کیهانی اشاره میکنه و این مفهوم چشم ظاهربین و چشم باطنبین رو مطرح میکنه. میگه انسان با چشم ظاهربین به دنیا میاد و قراره با چشم باطنبین از دنیا بره. این دوتا چشم چه ربطی به بحث تشخیص موعود و دجال دارن؟ این مفهوم مستقیما میزنه به قلب توانایی تشخیص ما. چشم ظاهربین طبق این دیدگاه
فقط سطح و پوسته رو نگاه میکنه. سطحی نگره یعنی؟ آره، اغلب نگاهش منفی نگره، سریع قضاوت میکنه. جالبه که تو این متون این نوع نگاه حتی یه جور شرک یا نگاه غیر توحیدی هم محسوب میشه. شرک؟ چرا شرک؟ چون وقتی فقط ظاهر رو میبینی و بر اساس اون قضاوت میکنی، در واقع داری به چیزی غیر از حقیقت واحد و منبع اصلی هستی، یعنی خدا، اصالت میدی. داری برای ظاهر قدرتی مستقل از باطن قائل میشی. اتکای صرف به مشاهدات سطحی و مادی طبق این دیدگاه باعث میشه انسان از دیدن نقش خدا و قوانین معنوی حاکم بر هستی غافل بشه. در مقابل رسیدن به چشم باطن بین که نگاهی عمیق‌تر، مثبت‌تر و کل‌نگر داره، برای درک حقیقت، فهم معنای کمال و در نتیجه تشخیص موعود حقیقی از دجال فریبکار ضروریه. پس این یه توانایی ذاتی نیست که بگیم بعضیا دارن بعضیا ندارن. نه اصلاً. متن تأکید میکنه که عدالت خدا برای همه یکسانه. هیچ کس برتر به دنیا نیومده. پس رسیدن به این نگاه باطن بین یه امر اکتسابیه. نیاز به معرفت داره، آموزش، تلاش فردی. خلاصه این که نگاه ظاهربین که قدرت محوره نهایتاً به شرک میرسه، یعنی اصالت دادن به غیر خدا، در حالی که نگاه باطنبین که کمال محوره به توحید میرسونه. این بحث چشم ظاهربین منو یاد خیلی از قضاوت‌های روزمره خودمون میندازه. مثلا وقتی آدما رو فقط بر اساس شغلشون، ثروتشون یا ظاهرشون قضاوت میکنیم، شاید اینم یه جورایی استفاده از همون چشم ظاهربین باشه، نه؟ دقیقاً میتونه همینطور باشه. این دیدگاه عرفانی این مفاهیم رو به کل زندگی تعمیم میده. حالا برگردیم به متن. یه اصطلاح خیلی خاص و کنایه‌آمیز هم تو یکی از منابع هست: خر دجال. این دیگه یعنی چی؟ خر دجال؟ میخندن. آره، خر دجال. البته این به عنوان یه استعاره به کار رفته تو این متون. خب استعاره از چیه؟ استعاره از ابزارها، وسایل، حتی شاید ایدئولوژی هایی که دجال ازشون برای پیشبرد اهدافش استفاده میکنه. هدف این ابزارها چیه؟ سرگرم کردن افراطی، اتلاف وقت گرانبهای عمر و مهمتر از همه منحرف کردن ذهن و توجه مردم از جستجوی حقیقت و مسیر کمال. پس هر چیزی که حواس ما رو پرت کنه، هر چیزی که با جذابیت‌های فراوان و فریبندش انسان‌ها رو چنان به خودش مشغول کنه که دیگه فرصت یا توانی برای فکر کردن به مسائل عمیق‌تر زندگی و رشد معنوی باقی نمونه. این خر یا ابزار فریب که میتونه تو هر عصری یه شکلی داشته باشه، از سرگرمی‌های مبتذل گرفته تا تکنولوژی‌های اعتیادآور یا حتی مکاتب فکری انحرافی همیشه تو تاریخ بوده. اما گفته میشه تو آخرالزمان حضورش خیلی پررنگتر، فراگیرتر و قدرتمندتر میشه. هدفش اینه که کل زندگی انسان رو تحت شعاع خودش قرار بده. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم تا اینجا، این یعنی انسان در طول زندگیش و به خصوص تو آخرالزمان دائما بین دو تا برنامه یا پیشنهاد وجودی قرار داره. یکی برنامه مثبت که به سمت کمال و آگاهی دعوت میکنه، بله، و دیگری برنامه منفی که به سمت قدرت طلبی و ظاهربینی سوق میده. دقیقاً این نوشته‌ها دقیقاً همینو میگن. این کشمکش بین گرایش به کمال که گفته میشه فطری انسانه و وسوسه قدرت که مثل یه دام سر راهشه تو تمام تاریخ بشر جریان داشته. خیلی وقتا هم ممکنه انسان این دوتا رو با هم اشتباه بگیره، فکر کنه قدرت همون کماله. درسته. آخرالزمان طبق این دیدگاه نقطه اوج این رویارویی تاریخیه، جایی که محصول نهایی و تجسم بارز این دو مسیر تو جهان مادی ظاهر میشن. موعود به عنوان نماینده تام و تمام برنامه کمال و دجال به عنوان نماینده نهایی برنامه قدرت و ذلالت. انتخاب بین این دو آزمون نهایی بشریت و موفقیت تو این آزمون بستگی به سطح آگاهی و به قول متن کمال سواد انسان‌ها داره. کمال سواد یعنی چی؟ یعنی چقدر تونستن در طول تاریخ و در طول زندگی فردی سواد تشخیص حق از باطل رو کسب کنن،
چقدر فهمیدن که کمال واقعی چیه و قدرت ظاهری چیه. و نتیجه نهایی این رویارویی بزرگ بین کمال و قدرت چی خواهد بود؟ آیا امیدی هست تو این متون؟ بله، خیلی هم امیدوارانه صحبت میکنن در این مورد. تاکید میکنن که موعود میاد تا آخرین درسهای کمال رو به بشر بده، حجت رو بر همگان تمام کنه و رسالت تمام انبیا و اولیاء الهی رو به سرانجام برسونه. او میاد تا رموز اصلی هستی رو بکشایه. تو متن به مفاهیمی مثل بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله اشاره میشه که به عنوان رمزهای کلیدی رحمانیت خدا، قوانین حاکم بر خلقت و شکرگزاری واقعی تفسیر میشن و با گشودن این رموز دریچه رسیدن به کمال رو به روی کل بشریت باز کنه. پس یه جور گشایش نهایی اتفاق میفته؟ یه گشایش نهایی. در این رویارویی نهایی هر چقدر هم که فریب دجال قدرتمند باشه، در نهایت حق بر باطل پیروز میشه. گفته میشه حتی اونایی که فریب خوردن هم در آخر کار حقیقت رو تشخیص میدن و منجی الهی رو میشناسن. امام عصر طبق این دیدگاه میاد تا چشم ما رو به حقیقت خودمون و جهان باز کنه، ما رو با من واقعیمون آشنا کنه تا با یادگیری تعالیمش بتونیم بر ظلم درونی و بیرونی غلبه کنیم و عدالت حقیقی رو برقرار سازیم. بسیار خوب. پس اگر بخوایم جان کلام این منابع رو برای شما که گوش میکنید خلاصه کنیم، به نظر میرسه پیام اصلی اینه: در دورانی که تشخیص حقیقت از فریب فوق‌العاده پیچیده شده، تکیه کردن صرف به ظواهر، نشانه‌های بیرونی و قدرت نمایی‌ها خب نه تنها کافی نیست، بلکه میتونه خیلی گمراه کننده باشه. این دوران یه آزمون بزرگ آگاهی برای کل بشریته. دقیقاً همینطوره. این نوشته ها دارن ما رو به یه تغییر نگاه اساسی دعوت میکنن. از ظاهربینی و اون شیفتگی به قدرت به سمت باطنبینی و جستجوی کمال. شناخت حقیقی موعود نیاز به یه فهم عمیق از اندیشه، هدف و پیام او برای رشد و تعالی انسان داره و صرفاً با دیدن کارهای خارق‌العاده‌ای که دجال هم میتونه تقلید کنه یا حتی شاید به شکل قدرتمندتری انجام بده حاصل نمیشه. این واقعاً یه آزمون کمال سواد برای بشریته. اینکه بتونه بین دو تا مدعی بزرگ نجات، یکی که دروازه‌های قدرت رو به روش باز میکنه و دیگری که دریچه کمال و آگاهی رو میگه، شاید انتخاب درستی انجام بده. و به عنوان یه فکر نهایی برای شما که همراه ما بودید، با توجه به تمام این هشدارها در مورد فریبندگی ظواهر